بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. بنده ایمان جوکارم. ادامه مبحث میکروتیکو میبریم جلو. ما جلسه پیش در مورد GRE به علاوه OSPF توی همین سناریو صحبت کردیم، کانفیگ کردیم، ولی گفتیم که همونجا ما متوقف نمیشیم، میخوایم شروع کنیم پروتکل های مختلفی رو بیایم با میکروتیک پیاده سازی کنیم. پروتکل های تانلینگ منظورمه، تانلینگ. ببینید ما اگر اون پلیلیست چی بود، اوورلی تانل رو دیده باشید، میخواید برید با هم یه سرچ بزنیم. یه لحظه نمیخواد بیاد، اینجا هستش. این پلیلیست ویدیوهای من اینجا که بیایم، این اوورلی تانلز پارت 1، اگه اینجا اومده باشید دیده باشید، من اینجا تقریبا 29 تا ویدیو در مورد این اوورلی تانل ها صحبت کردم، ولی بیشتر با روی کرده دیوایس های سیسکو. یعنی از GRE شروع کردیم تو ویدیوهای اول. یعنی اون اول ویدیو که بود این GNS3 خام بود. این سناریوهایی که الان داریم می‌بینید اینقدر بزرگ شده، این یواش یواش تو طول اون ویدیوهایی که هی رفتیم جلوتر اینا هی اضافه شده به اون سناریو. ما با GRE شروع کردیم. اول روی روتر سیسکو بودیم، بعد روتر میکروتیک هم اضافه کردیم. حالا اگه دیده باشید متوجه میشید. بعد رفتیم تو DMVPN یا داینامیک مالتی پوینت VPN. IPsec هم همینجوری گفتیم، ترکیب IPsec با GRE، ترکیب IPsec با DMVPN. نمیدونم، در مورد مباحث مختلفی صحبت کردیم. حالا اگه دوست دارین ببینید میتونید برید اینو تماشا کنید، این پلیلیست رو. حالا قصد دارم یه همچین کاری رو بیام با دیوایس های میکروتیک هم انجام بدم، چون دیوایس های ارزونیه و به شدت این برانور استفاده میشه. ببین ما در مورد GRE و OSPF و ایمپلیمنتیشنش توی میکروتیک صحبت کردیم. حالا این جلسه میخوام در مورد L2TP صحبت کنم. حالا درست این L2TP جزء پروتکل های ریموت سایت VPN استفاده میشن. ببین ما کلا میتونیم اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم پروتکل های تانلینگ رو، تانلینگ به دو دسته تقسیم میشه. یکیشون میشه سایت تو سایت VPN ها، یکیشون میشن ریموت تو سایت VPN ها. اینجا مثل PPTP، مثل L2TP، اینجا مثل چی؟ مثل GRE، نمیدونم، حالا واسه میکروتیک که مختص خودش باشه مثل EOIP و حالا چند تا دیگه هم هست. حالا این جلسه من میخوام در مورد این L2TP صحبت کنم، ولی خب میخوام اینو جز این حالتم حسابش کنم، بگم تو این حالت میخوام بیام کانفیگش کنم L2TP. این HQ من هست. حالا به چه صورت؟ ببینید اینجا، خب اینجا HQ من هست. بذارید این رنگ، این برنچ HQ من هست. اینجا چیه؟ این یه دونه برنچ دیگه من هست، مثلا برنچ 1. حالا اینجا که نوشتم دیگه برنچ 1. اینجا میام L2TP سرور را اندازی میکنم و با این روتر اج که این برنچ 1 داره که اونم میکروتیکه، با L2TP کلاینت وصل میشم به اینجا و با چند تا استاتیک روت میام این لن رو به این لن متصل میکنم. خب ببینیم چجور میتونیم این کار رو انجام بدیم. قبل اون یه لحظه صبر کنید. خب ببینید دوستان، من الان میام روی این میکروتیکی که
روتر هدکوارتر من هستش. میام اینجا و آی پی ادرس دی هم که انجام شده. اینا دیگه تو ویدیوهای قبلی کلا انجامش دادیم. ما تو ویدیوهای قبل اومدیم این بکبون یا بهتر بگم اون اینفراستراکچرمون رو ستاپ کردیم. حالا دیگه میخوایم از این اینفراستراکچری که داریم بیایم پروتکل های مختلف رو روش تست کنیم. میام روی این روتر این وین باکس الان متصل به همین روتر آر11. ببینید اینجا هم چیه؟ آر میکروتیک 11 همون آر11 هستش. خب آی پی ادرسش رو یه بار دیگه با هم دیگه ببینید. خب اینا رو نمیخوام، این از ویدیو قبل OSPF کانفیگ شده. ببین یه دونه آدرس آی پی پابلیک داره که 112 هستش. اینجا می آدرس آی پی پابلیک داره که هست 114.3. ببینید من برم روی این وین باکس و الان رو آر17 یعنی روتر برنچ آی پی ادرس و ببینید 114.3 این بر این. خب بذارید من این آی پی روتی هم که اضافه کردم بردارم و همه چی بشه مثل روز اول. آی پی روت، اینا آی پی روت هایی است که من از جلسات قبل اضافه کردم. خب اینا رو همش برداشتم. اوکی، الان روی روتر برنچ میام تو منوی پی میخوام چی رو اندازی کنم؟ L2 TP سرور. اوکی، تو منوی پی که بیاین تشریف بیارین اینجا L2 TP سرور به نظرتون بخوام انتخاب کنم باید کدوم رو انتخاب کنم؟ خب انتخابش میکنم. خب این اینیبل رو بزنید. ببین میگه من از L2TP ورژن 2 استفاده کنم یا L2TP ورژن 3. حالا من میگم از L2TP ورژن 2 استفاده کن. دیفالت انکریپشن رو یا دیفالت پروفایل رو بذارید رو همون حالت دیفالت انکریپشن. میتونید واسه پروتکل های اتنتیکیشن بگید از چه پروتکل های استفاده کنم. MS چپ و MS چپ 2 MS چپ 1 بگم فقط پشتیبانی کن و پروتکل چپ و پپ رو اصلا پشتیبانی نکن. IP سک رو فعلا نمیخوام و همین دیگه. من با این کار اومدم چیکار کردم؟ این میکروتیک رو کردم چی؟ L2TP سرور. خب حالا بیایید دوباره اینجا دیفالت انکریپشن. ما الان باید بیایم چیکار کنیم؟ ببینید این دیفالت انکریپشن اینجا وقتی بیایید توی پروفایل یه دیفالت انکریپشن اینجا ما داریم. میبینید این همون پروفایل دیفالت انکریپشنی هست که از این پروفایل استفاده میکنه واسه موقعی که کلاینت میخوان VPN بزنن یا تانل بزنن. خب من باید یه سیکرت هم تعریف کنم که توی این سیکرت طرف با یه یوزرنیم پسورد بتونه به من VPN بزنه دیگه. شما الان هر VPNی که خواهدتن بخواید بزنید به یه جا با یه یوزرنیم پس وصل میشید. خب من میام یه سیکرت هم میسازم. میگم با چه یوزری؟ میگم با یوزر تست با یه پسوردی. واسه کدوم سرویس باشه؟ واسه سرویس L2TP باشه. پروفایلم چی باشه؟ دیفالت انکریپشن باشه. اوکی، چون اونجا دیفالت انکریپشن انتخاب کردیم. یه آدرس آی پی بهش بدیم. خب ببینید اینا آدرس آی پی پوینت تو پوینته. من اینجا میذارم 10BC مثلا 5. یعنی موقعی که اون به من VPN زد آدرس آی پی که رو من ست بشه روی این اینترفیسی که ساخته میشه واسه خودم یعنی لوکال ادرس این باشه. آدرس آی پی اونجا باشه چی؟ 10 نمیدونم 2051. چون این آدرس آی پی پوینت تو پوینت هستن اصلا تو یه دونه برادکست دومین هم نباشن هیچ موردی نداره. شما میتونین همینو اپلای کنید. خب الان دیگه اوکی هست. من الان همینو اپلای میکنم. یه سیکرت هم ساختیم. حالا کافیه چیکار کنیم؟ ببینید من اومدم توی اینترفیس توی L2TP سرور L2TP اینیبل کردم. دیفالت انکریپشن رو اینجوری گذاشتم روی دیفالت انکریپشن. اون دیفالت پروفایل رو گذاشتم روی دیفالت انکریپشن.
پروتکل های اتنتیکیشن رو مشخص کردم، آی پی سک رو نو گذاشتم و همین، و اومدم تب سیکرت یوزرنیم پسورد ساختم. الان میرم کجا؟ میام توی کلاینتم کجاست؟ اینجا. خب بذارید اینجا هم بیایم یه دونه وایر شارک بیاریم بالا، پکتمون رو کپچر کنیم. خب من میام روی این کلاینتم و تو تب پی 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 و اینجا یه L2TP کلاینت رو اندازی میکنم. L2TP کلاینت. خب اسمش میذارم چی؟ میذارم HQ تانل L2TP. خب توی دایالوت میگم به کجا میخوای وصل شی؟ آدرس پابلیک آی پی روتر هدکوارتر 1112. با چه یوزری؟ با یوزر تست. با چه پسوردی؟ پسوردی که اونجا بهش دادید. اوکی؟ الان من اپلای کنم چه اتفاقی با بیفته؟ ببین این ران که اومد اینجا یعنی با موفقیت تونسته VPN بزنه. ببینین اینم بسته های L2TP هست که سند و ریسیو شده واسه یه استابلیش کردن این کانکشن. خب مثلا بذارید من اینو یه لحظه دیزیبل کنم و مثلا یه پسورد اشتباه بزنم. الان دوباره میام اینیبلش میکنم. ببینید الان اینجا دیگه ران نمیشه. این بسته ها هی داره ارسال میشه. نکنید این بسته ها هی داره ارسال میشه، ولی خب یوزر پس ما اشتباه است. خب بذارید من یوزر پس رو برگردونم حالت قبل و دوباره اپلای کنم و ران شد. میبینید که ران شد و الان کانکشن ما استابلیش شده و ما تونستیم با موفقیت وی پی ان بزنیم. الان اینجا ببینید توی تب آی پی ادرس، یا بهتر اول بریم زیر اینترفیس. ببینید یه اینترفیس الان اضافه شده به نام HQ تانل L2TP. یه آی پی ادرس روش ست شده توی آی پی ادرس. ای بابا شد ساده آزونیم. خب چه آی پی ادرسی؟ 10.20.50.1 روی روتر هدکوارتر بریم. اینجا چی اضافه شده؟ یه دونه L2TP تست. خب این اسم مهم نیست، ولی آی پی ادرسش چیه؟ آی پی ادرس 10.20.5. حالا الان این ویژه خاصیتی که ما اینجا اومدیم توی پی 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 توی سیکرت و این لوکال و ریموت آی پی رو گذاشتیم همینه. یعنی هر چند دفعه این قطع و وصلم بشه، یعنی از اینجا، از کجا؟ الان این هدکوارتر هست، این وین باکس. به اینجا دقت کنید. این R17 همون کلاینتمون هست. یعنی هر چند دفعه این اینترفیس تانل ما قطع و وصلم بشه، این همون آی پی میگیره. ببین همیشه آی پی هاش ثابته. میبینید ریموت ادرس. تو این تب اکتیو کانکشن توی پی پی پی، تو تب اکتیو کانکشن میتونید ببینید که چند ثانیه هست الان این اینترفیس تونل آپ هستش. خب الان میتونیم چیکار کنیم؟ ببینید ما یه لن داریم این سمت، یه لن هم داریم این سمت. من میخوام ارتباط این دو تا لن رو برقرار کنم. اینجا چیه رنجش؟ 10.10.10/24. اینجا 172 16 150 0/24 هستش. میام روی هدکوارتر، که اینجا باشه R11. یه آی پی روت می نویسم، میگم آقا به سمت 172 16 150 0/24 خواستی بری، بده به چی؟ بده به آدرس آی پی. اگه گفتین این روتره، یعنی همون آدرس آی پی تانلش. چجوری میتونیم مشخص کنیم؟ بذار بریم داخلش. اینجا آی پی ادرس پرینت 10.20.51. خب اینجا بیایم بگیم 10.20.51. اینو من میام اپلای میکنم و این همین استاتیکه. اینجا من ببینم، میبینی نوشته L2TP تست. خب این برای حالا بیایم این سمت روی این روتر R17.
روی آر 17 این آر 17 هستیم. IP route add. خب از دید این روتر میخوام به سمت کدوم خانواده برم؟ به سمت 10 10 10 0 10 10 10 0 اسلش 24 خواستی بری. بده به چی؟ بده به این روتر. این روتر آدرس آی پی چیه؟ آدرس آی پی تونلش دیگه. آی پی ادرس پرینت 10 20 35. بیا اینجا 10 20 35 اپلای کن و این آنونه یه لحظه دیگه باید درست بشه. کجا هستیم؟ اینجا. میبینید شده HQ تانل L2TP. خب الان چه اتفاقی میفته به نظر شما؟ من اگه بیام این دبیان، این یک کلاینت هست توی این لن، اینم آدرس آی پیشه 10 10 10 10. اگر بخوام پینگ کنم یک کلاینتی توی اون لن، ببینید یک کلاینت تو اون لن 172 16 150 11 آدرس آی پیشه 172 16 150 11. به نظر شما پینگ داره یا نداره؟ میبینید پینگ داره. تریس روت کنم 172 16 150 11. میبینید داده به 10 10 1 که گیتوی خودشه. 10 20 50 1 آدرس تونل این دسته روتر هست و 172 16 150 فلان. و میتونم الان SSH بزنم. حتی این یه میکروتیکه. این یک کلاینته، یه میکروتیکه. من صرفا یه میکروتیک گذاشتم که بتونیم از قابلیت های سرویس هایی که روش بالا هست استفاده کنیم، مثل FTP شو، مثل SSH شو اینا. ببینید من الان وصل شدم به اون IP ادرس پرینت. اشتباه نکنید این میکروتیک نیست، این میکروتیک کلاینتیه که من اینجا گذاشتم. ببینید 172 16 150 11. خب ولی اینجا شما ببینید چه اتفاقی افتاده. دیتایی که داره ارسال میشه، حالا نمیتونم بگم کلیر تکست ولی زده کامپرسد دیتا. ما میتونیم از IPsec استفاده کنیم. الان خب بذارید من یه کار دیگه اینجا انجام بدم. مثلا بذارم روی پینگ. ببینید الان داره پینگ میشه. الان من از این کلاینت که اینجا دارم، از این اوبونتو دارم ایشونو پینگ میکنم. ببینید دارم پینگش میکنم. خب بیام روی این روتر برنچم و تو تب پی و ایشونو یه بار دیزیبل کنم، اینترفیس تونل. ببینید الان چه اتفاق افتاد. دیگه هی داره تایم اوت میده. ببینید اصلا دیگه هیچ لاگی نمیندازه اینجا بگه اینقدر من آی سی ام پی ریکوست هم بوده، این تایم هم بوده. من دوباره اینیبلش کنم و ببین دوباره برگشت. اوکیه، دوباره برگشت. خب خواستم همین رو بهتون نشون بدم. اگر این قطع و وصل بشه این دوباره برمیگرده. حالا میخوایم بیایم از IPsec استفاده کنیم. چه جوری؟ بیایم اینجا، من اینو دیزیبل میکنم، میام روی روتر هدکوارتر و توی PPPP توی L2TP سرور یوز IPsec رو میذارم required، یه پسورد میدم واسه IPsec، اپلای میکنم و اوکی. حالا میام کجا؟ روی برنچم. اینجا توی دایالوت یوز IPsec رو میزنم و پسورد IPsec رو اینجا بهش میدم، اپلای میکنم و اینیبل میکنم. الان ببینید چه اتفاقی میفته اینجا. قبل از اینکه این ران بشه باید یه سری پارامترهای IPsec بین هم ترانسفر کنن. ببینید بسته های مین مود و بسته های کویک مود که واسه IPsec فاز 1 بسته های مین موده، اینم که واسه IPsec فاز 2 هستش. این پروتکل آیزا کمپ هم بیانگر چیه؟ اینه که میگه من دارم از IKE V1 استفاده میکنم توی اون اوورلی تانل که گفتم اونجا. اگه ببینید همه اینا واسه اون یه خورده ملموس تر میشه. و الان دیگه ما داریم چی میبینیم؟ قبلا داشتیم کامپرس دیتا میدیدیم دیگه. الان ببینید چی داریم میبینیم. کلا ESP Encapsulating Security Payload، این همون پکت های پینگ داره ارسال میشه، ولی ما هیچ دیگه تو خروجی نمیتونیم ببینیم. میگه چی؟ Encapsulating Security Payload. از پروتکل ESP داره استفاده میکنه. دیتا های ما داره رمز میشه، یعنی هم ما الان
کانفیدنشیالیتی داریم، چون آی پی سک 4 تا سکیوریتی سرویس به ما میداد دیگه. یه دونه پیر اتنتیکیشن داریم، یه دونه ریپلای دیتکشن داریم. ریپلای دیتکشن اینا دیگه ربطی به سیسکو و میکروتیک نداره، اینا کلا اون ذات اون پروتکل هست. یه دونه هم اینتگریتی داشتیم. حالا چرا توی سیسکو ما می‌بینیم به جزئیات مثلا میگفتیم پارامترهای فاز 1 پارامترهای فاز 2 رو مشخص میکردیم، ولی اینجا نه، اینجا هم به موقعش میرسیم بهش. بخوام حالا یه چیزی بهتون نشون بدم، الان اینجا توی تب اکتیو کانکشن روی HQ ببین، اینجا روی HQ اینجا باز کنیم تب اکتیو کانکشن توی PPPP توی اکتیو کانکشن، ببین انکودینگ میگه از AES و واسه اینتگریتی هم دارم از HMAC شاوان استفاده میکنم. و ما توی IP کجا بود؟ IP sec ببینید خودش رفته رول IP sec رو زده. اینو من باز کنم، اطلاعات IP sec رو اینجا به من میاد نشون میده که از چه پروتکل هایی اومده استفاده کرده تو این قسمت، تو گروپ و نمیدونم این واسه فکر میکنم. حالا طبیعتا اگر سیسکویی بخوایم در نظر بگیریم همون دفیلمن گروپش باشه، حالا نمیدونم. این همون پروپوزال هست که اگه یادتون باشه واسه PFS اونجا ما صحبت میکردیم و پروپوزال داشتیم اونجا. حالا اینا تو سکشن مربوط به خودش کاملا در موردش بحث میکنیم. فعلا تا همین حد اما قبول کنید. این اتنتیکیشن رو ما داریم از متد پریشیر میریم، اونجا میتونیم هم از پریشیر استفاده کنیم هم از دیجیتال سرتیفیکیت. اینجا میبینید نوشته پریشیر و همون سکریتی که اونجا تعریف کردیم اینجا اومده خودش وارد کرده. بعد اکتیو پیر، مود کانفیگ، اینستال، این سکیوریتی اسوسییشن ها هستش. میبینید این فکر کنم حالا تونل فاز 1 باشه، حالا این فاز 1 سکیوریتی اسوسییشن فکر کنم فاز 1 باشه، حالا دقیق نمیدونم. میگم خب در موردش صحبت نکنیم، اینا صرفا دارم بهتون نشون میدم که میکروتیک همچین چیزایی هم داره. فکر نکنید که شما اونجا صرفا یه تیک میزنید و آی پی سک فعال میشه. میبینید تو بک‌گراند داره این اتفاقا میفته، یعنی همون اتفاقاتی که توی سیسکو رخ داده بود شما میرفتین دستی کانفیگ میکردید، اینجا خودش داره هندل میکنه واسمون. حالا تو سکشن مربوطه در مورد اینا صحبت میکنیم همش. فعلا تا همینجا داشته باشین. ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم اینجا یه L2TP سرور رو اندازی کردیم و اینجا L2TP کلاینت و با استاتیک روت اومدیم و کانکتیویتی این لن با این لن رو برقرارش کردیم. اوکی، گود جاب. خدا نگهدار.